احترام و سلام بر روان پاک رهبر شهید مزاری بزرگ. قومای نهایت عزیز، نهایت محترم، بسیار خوش آمدین. اگرچه طولانیش در لازم نبود که بزیاد بگم، ما مثلا که بزیاد نمیدیم، مرا وظیفه داده تا بایم از طرف استرالیان هزاره فدریشن یا شورای سراسری هزاره ها از شما تشکر کنم. واقعا خوش آمدین، واقعا احساس شما قابل قدره. واقعا فریادهایی که شما می فریاد مظلومیت را که فریاد مظلومیت قومای خود بلند منین قابل قدره. نفسهایش مبارکه، واقعا خوش آمدین. امروز در سر تا سر دنیا، در تمام کره زمین، در هر جایی که یک بچه آزاد، یک فامیل آزاد زندگی بونه، اینمی فریاد مظلومیت آزاد بلنده. در شهرهای استرالیا، در بریزبن، پرت، آدلاید، ملبورن، در همین شهرها در این لحظه و در اروپا در زمان وقت خودون چه در آمریکا قرار امروز قومای از ما شما باره در برابر دفتر ملل متحد در شهر نیویورک صدا و فریاد مظلومیت آزاد را بلند کنه. به خاطر از چون ما هدفمندانه کشته میشی، کشتش دون آزاد فرق منعقد یک در بمب انتحاری در یک گوشه یک شهر. آزاد را از موتر مسافربری تامونه از بین 50 نفر فقط 26 نفر آزاد را مکشه حساب شده یا دشمنای از مو و تروریست ها مورا اما طور حساب شده و سیستماتیک و هدفمند مکشه. به این خاطر حرکت از ما هم باید هدفمند باشه. حرکت نوع احساسات خالی نباشه، حرکت نوع هدفمند باشه، حرکت نوع استوار باشه، حرکت نوع دوامدار باشه. که شما امروز هم دین در اینجا قدازی قدم های استوار خو، قدازی نفس های مسیحی و مبارک خو، اینمی قطع نامه ای که اینجا خوانده شد شما رو تایید کردیم که در تمام دنیا اینمی یک قطع نامه و یک قطع نامه در دفاتر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به خود دبیرکل سازمان ملل تسلیم میشه امروز و در شهرها در همه مراجع و دفاتر مدافع از حقوق بشر و تمام دفترها و حتی قرار دفتر خود خانم جولیا گیلارد هم روی تا به نحو صدا و فریاد مظلومیت مردم خوره در دنیا برسونی و این حرکت مو ادامه خواهد داشت. پیشتر اینجا صحبت میشد قوما میگفت که قلدی لاپایه‌های ما چیز کار میتونی. ما هم میگیم اگر ما فریاد کن هماهنگ کنی ما مخالف خوشی ندی، ما میتونیم تروریستا را رسوا کنی و جهان را و نیروهای جهانی را و همون ذهنها و وجدانهای بیدار را متوجه جنایت تروریستا کنی تا اونا باید جلو وزیر بگیرن. ما مخالف خوشی ندی، ما مخالف تفنگ گرفتاری، ما مخالف خون ریختنی. ما با فریاد مظلومیت میخواهی که مظلومیت مردم در دنیا ثابت کنه، ذهنها و وجدانهای آگاه و بیدار جهان را متوجه جنایتکارا کنی تا جلوش رو بگیره. اگر خدا نخواسته باز قضاوت اتفاق بیفته، باز احساسات پاک را به نمایش بیلی و باز با تکرار و قدر تکرار کنیم تا تروریسم روسیه آشنا، دشمنان روسیه آشنا، خائنین به مردم روسیه آشنا. قومای عزیز خوش آمدین، قدم های شما خوش آمد مگن، نفس های شما مسیحی باد، عمرتان دراز باد، جمع شما جمع باد، از تک شما، از خرد بزرگ، از خواهر مادر، از همه و همه تشکر قوما لطف کردین، خوش آمدین، بر ما منت گذاشتین. مهربانی.